سلام بچه ها، به یه ویدیوی دیگه از چنل یوتیوب من خوش اومدید. میخوام به مدت 1 هفته واسه تون ولاگ هفتگی بگیرم. الان دارم حاضر میشم برم پیش 2 تا از دوستام. هنوز به این فضای یوتیوب عادت ندارم. میخوام واسه تون از این میکاپ های نو میکاپ انجام بدم، چون امروز اصلا حوصله کرم پودر ندارم. پیجم هم درست نشد، قرار شد که یکم تایم بگذره. امروز چند نفر ترای کردن که برش گردونن و خب هنوز موفق نشدن. بعد یک افسردگی طولانی گفتم دیگه امروز به هر حال خودم رو جمع جور کنم و برم دوستامو ببینم و دوستام وقت بگذرونم. امروز با یکی از امنیت پیج صحبت کردم، به هم گفت که چون که توی این پیجتم مثلا تبلیغات گذاشته بودی و اینا، ممکنه که این یکی پیجت که پابلیک هستش هم بپره. خب چی کار میتونم انجام بدم؟ گفت که باید یه امنیت پیج واسه خودت پیدا کنی و پیج تو بدی دستش که انگار پیجت مراقبت کنه. من پیجم زیاد فالوور نداره الان، ولی ترجیح دادم که واقعا این یکی پیجم نپره. تصمیم گرفتم که از این یکی پیجم مراقبت کنم. زیر چشمم اینجاها و اینجاها رو کانسیلر زدم، بلندشون کردم. تینت لونا یه رنگ باحالی به پوست میده. آها، این خیلی بهتره. خیلی راحتم بلند میشه روی پوست و خب لکم نمیده. رژگونم حالت هلویی داره، یه بیس هلویی بزنم پشت چشمم. این قسمت میزنیم به سمت بیرون. از هایلایتر فنتی استفاده میکنم، رنگ دایموند بامب. میزنم به اینجا. ریملی که میخوام استفاده کنم از برند کیکو، خیلی ریمل سبک و خوبیه. این شکلی شد. ببینید چه دونه 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 میکنم. کم از هایلایتر فضایی شیگلم دوباره استفاده میکنم، میزنم به اینجا. از یه سایه سفید این شکلی میزنیم به این گوشه چشم. امروز واسم یه باکس رسید. دعوت شدم 9 و 10 اسفند و 9 اسفند به یه ایونت که 2 تا از دوستام داخلشن. یکی آنلاین شاپ شاین که واسه دوست صمیمه و همینطور لونا که الان تینتش رو استفاده کردم. واسم یه دونه کوکی فرستادن، ژل ابروی لونا که عاشقشم، با یه اسپولی فرستادن که دستشون درد نکنه. وای ببینید شبیه شیشه است و آروم. زیاد ابروهامو استیکی نمی کنم چون ابرو استیکی به هم اصلا نمیاد. توی ویدیو قبلی بهتون پودر فیکس لورا مرسیه رو معرفی کردم، استفاده کردم مینیشو، خیلی دوستش داشتم. حالا میخوام از فلورمار استفاده کنم. اقتصادی تره، روزانه واسه میکاپ های روزانه بهتره. یا علی عالی شد. دوباره از همون لیپ لاینر فلورمار استفاده میکنم. عاشق اینم. وازلین لیپ تراپیه و کلا فقط مخصوص لبه که هم میتونی لباتو همین شکلی بکنی توی کاسه، هم میتونی این شکلی. میکاپ هم تموم شد، حاضر شم و برم با دوستان بیرون.
که دوستان میخوان ایونت بگیرن ببینیم که چجوری قشنگ‌تر میشه. این روزچه کاش یه ذره از ایونت اومدیم پیش این بچه ها. چطورین؟ امروز رفتم کت و شلوار خریدم واسه ایونت. اینو خریدم با شلوارش. الانم مامانم خوابه، دارم آروم صحبت میکنم. الان میخوام ببرمتون داخل رو ببینید. داخلم خیلی خوشگل شد. تموم شد. الان ساعت 10:30. آره 10:30 چکلی شد. سلام، چطورین؟ امروز روز ایونت، پنجشنبه و جمعه. منم حاضر شدم. هنوز چشمم خوابه ولی اشکال نداره. معلوم گل فروشی. عاشق گلم. گلا بگیریم بریم ایونت. یه دونه از گلا رو بهتون نشون بدم. یه دونه از گلا اینه. خیلی خدا عاشقشم. من پیش لینا دارم لیبلاشو میچسبونم. نه بدونه اینا رو تینتر به که الان موزیک قطع شده به خاطر قوانین یوتیوب. الان میتونم ویدیو بگیرم. ایونت تموم شد. الان دیگه داریم میریم سمت خونه. خیلی خسته است چون خیلی خسته شدم. ولی میکاپ هم هنوز سر جاشه. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز روز دوم ایونته. منم حاضر شدم دارم میرم واسه ایونت که یهویی زنگ درم خورد. ایونت دیگه دعوت شدم، رویداد نوروزی فرجان اگه اشتباه نکنم، که یه دونه دعوتنامه خوشگل واسه میرسونه. خیلی نازه. یه دونه تخم مرغ سفالی کوچولو، اینم خیلی خوشگله. تو میذارمش واسه سفره افزین. شمع این شکلی، فکر کنم گل بابونه باید باشه. خیلی نازه. و یک کوکی خوشمزه، خیلی ناز بود. مرسی از مهلا عزیزم. همینجا ازش تشکر میکنم. الانم دیگه حاضر شدم برم سمت ایونت. دیروز خیلی خسته کننده بود، نتونستم ویدیو بگیرم به خاطر کپی رایت یوتیوب، چون اونجا همش موزیک و اینا پلی میشد واسه همین نمیتونستم اصلا هیچی بگیرم. ولی امروز دوباره پر انرژی دارم میرم به کمک دوستام. یه ذره از این شاین بدن زارا میزنم. رولی خیلی خوشبوه، خیلی بوی خوبی میده. همین الان یه هدیه گرفتم از یکی از دوستامون. عینک رو گرفتم که خیلی خوشگله. اینم این گوشوارهای خیلی خوشگل. مرسی. آیدیشونم اینجا واسه تون میذارم برید ببینید. کارای دستات دارن، خیلی خوشگل. که امروز مبینا نمیتونست بیاد. مبینا رو دیگه فکر کنم همتون بشناسید. نمیتونست بیاد، من به جاش اومدم که کمکش کنم.
بلاگ هفتگیه؟ آره بلاگ هفتگی میخوام صدات هم داخلش باشه. الان منتظریم تا غذامون گرم شه بخوریم. چند سال با من دوستی؟ چند سال بود؟ 10 سال من صدف دوستی. هنوزم باور شد. ساعت نزدیکای 3-4 دیگه ایونت تا ساعت 9 تموم میشه. الان اومدیم یه ذره آنتراک. میخوام موهای ترلان رو واسش فرفری بکنم. بالاخره روزش رسید. میخوام الاینرامو بذارم. الان اومدم مرتبه دکتر. الاینرامو گذاشتم. الان خیلی سه صحبت کنم. اومدم پیش نادیا. خب دکجان رو بهتون یه ذره نشون بدم. دکجان تهرانو خیلی خوشگله.